مردم این موضوع بود. هیچ کسی از ما دفاع نکرد. هیچ کسی نگفت چرا. هیچ کسی نمیگه چرا میزنه این یاره. یا چی گناه داره؟ یا دخترای وطن هستن یا ناموس افغانستان هستن. امروز سر این خواهرتان حمله شد. فردا سر خانه خودتان حمله میشه. فردا نوبت تو. فردا در خانه تو میاید. سر زنت، سر مادرت، سر خواهرت تعرض میکنه. مردم پروان خیلیت شدن. مردم پروان امروز مرد از فردا سر خودتان میزنن. چرا؟ مرد زده. من اما تو زده میزنم. شما مردم